ببینید از دور نگاش کنید. خب حالتش رو سر کنید. ببینید اینم از زیر همون خاکه که الان نشونتون دادم کشیدم بیرون. ولی کلا آقای گنجی فقط اینو دید گفت میتونه بت باشه، میتونه علایم باشه، میتونه نماد باشه، ولی این نه مشخص سنگه نه مشخص آهنه. ببینید اینجاشو زنگ زده، همه جاشو آهن رو با نمیگیره، جذب نداره، ولی یه جاهایی جذب داره. حالا اجازه بدیم ببینید شکلشو. من اولین بار که دیدمش فکر کردم که چند تا مار به هم چسبیده، ولی اینجاشو نگاه کنید، رخه میبینید. ولی پایینش نگاه کنید شما الان باشه. اینجاها رو ببینید انگار بریده شده، متوجه این مثل سنگ میمونه. اینجا رو نگاه کنید، دومش مثل پرنده میمونه، میدونید. صفحه اوکی کنم پایین. حالا بذار جذب آهن رو باشه براتون اوکی کنه. ای بابا الان میبینی شما جذبشو. یه جاهاش جذب بیشتری داره زنگ زده، یه جاهاش اصلا جذب نداره. یعنی من اینو از زمین کشیدم بیرون، کنارش هم ببینید این سنگا بودن. این بودش. این که شهاب سنگ مشخص خودش، این پوسته سوختشه، کلا مشخصه که چی هست کلا. خب اینو